خب وقتی که لباسهای احرام را پوشید و 2 رکعت نماز گذاشت، مستحب است که ذکر بسیار علل خصوص توبه و استغفار گوید، چون حالا وقتی که به عبادت عمره شروع می کند، بعض علما پیش از آن که لبیک عمرتن گویند یا لبیک حجتن گویند بسیار توبه می کردند، استغفار می پرسیدند، از الله تعالی طلب مغفرت گناه می کردند که می ترسیدند که با ندای نآید که لا لبیک ولا سعدیک. وقتی که بنده لبیک حجتن یعنی پروردگار ما لبیک گویان آمدیم، مادامی که تو ما را امر کردی، سپارش دادی برای اجرای این عبادت بزرگ، ما از دور و نزدیک لبیک گویان آمدیم. اگر رزق و روزیش حلال باشد و با مال حلال آمده باشد و بنده نیک باشد، لبیک و سعدیک گفته می شد. یعنی از جانب ما هم برای تو لبیک به پرسش و به طلب و درخواست تو و خوشبختی باد برای تو. و وگرنه اگر طعامش ناپاک باشد، شخص گناهگار باشد، احتمال آمدن لا لبیک ولا سعدیک یعنی به تو نه لبیک هست از جانب ما، تو اگر از ما چیزی را طلب کنی، درخواست کنی، لبیک گفته نمیشد از جانب ما و برای تو خوشبختی هم نیست. نسأل الله سلامت و العافیه. بنابراین بسیار خوب است که بعد اینکه نماز را خواند، توبه و استغفار کنان به بالای مرکبش برآمده میشیند. اگر به طریق خشکی باشد به اتوبوس یا ماشین میشیند، بعد از آن نیت میکند، چون گفتند که یلبی اذا استوت به راحلته، لبیک میگوید وقتی که بر بالای شترش نشست، یا در زمانه ما در هر مرکبی که نشست.